بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که بین من و خدا میگذرد معلوم نیست. این خدا کیستا روح است، سایه است. میاید اینجا من میگوید ولی الله تو را اگر 9 بار بکشن چیکار میکنی؟ من میگویم که من که برمیخیزم میبینم سالمم، میبخشم. من که جایم درد نکرده. مردن اونجوری نیست که تو نمیفهمی که تو را کشتن. چرا؟ برای اینکه مثلا در مورد زندگی من سهلن کاری کنم، بگویم که اشکال ندارد مرا بکشندم خدا مرا زنده خواهد کرد دیگر. منم میگویم نه، تو برو، میرم 2 تا جسد میارم. خب تو اینا رو 1 رو زنده کن. اگه 1 رو بلد شدی زنده کردی، دومی رو هم خواهم گفت زنده کن. دومی رو زنده کردی، 3می رو زنده کن. اگر